اویشای مادرمون ای جوگای خوش نقل کردگی گفت از تا زمانی که ما با پیامبر همخوابه میشیدیم نه وای از من میدید نه من از وای میدیدم. این امام ترمذی در کتاب سنن خودش آورده. خب معامله عایشه با پیامبرمون، لیکن فقهای ما همین مذهب حنفی اجازه دادن که زن اگر با دستش از مرد میساز کنه، مردک با دستش ای زن میساز کنه، خب یا اینکه مثال مردک از بگیم پیشی بری زنک بوسه کنه، اینا هیچی باقی نداره. دوروها برای پروستاتیت، برای شهوت را زیاد کردن، برای فربه شدن یا اینکه خراب شدن، برای ریش را قفز کردن، برای همخوابگی را زیاد کردن، برای درد دل، روده، ژلودکا و اینچنین شامپون‌های گوناگون، هیجاما، فیتابوچکا و دیگر داروهایی که در روی نوار میبینید، قرآن‌ها، جای نمازها، تنها همش برای شما. цистит энурезасе барои шахсое ки пешобшонро қапида наметавонанд фирмаи Сунамед 100% натуральный сертификати ҳалол показания шнайсаги мондагиеҷа готовится по чтению Корана, яъне Қуръон хонда тайёр мекунанд. Состав жанайсаги мондагие тарзи истифодашам кӯдакон ним чайни ложка дар як рӯз 2 бор, одамои калонсол 1 чайни ложка дар як рӯз 3 бор. курс лечениаш 1 то 3 моҳ. من زور نمیتونم خیلی بفهمونم، زیرا که این سخن‌هایی هستن برادر عزیز که فردا اینها را گوش میکنن یگان خیری نمیاده در راستای من شخصا، لیکن من مقابل همون طرز خانه‌داری هستم که امروز برای مردم دلیل و حجت میکنن. برادرای عزیز همین شیخ سعدی یک شعر زیبا داره، میگه طیران مرغ دیدی؟ میگه وقتی مرغ در آسمان میبینی پریده سای لحظت میبری که این مهمتری پریده بتونم. طیران مرغ دیدی؟ تو زی پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. تو همین بنده شهوت نشه رنگ همون پرنده تن پرواز میدی. یکی امروز ما همین شهوت شرانی مانن از همه بالا میدونیم. چند آدم ها به خدا قسم زنکا زنگ میزنن با آبی دیده بابای حاجی شوهر میگه که اگر همین کار نمیکنی داد نمیتونم. من چیکار کنم؟ بیننده اگه همین نخواه همین دعای زیبای نازنین به همون چیز سبیلی سرت مانه تا در دهن همون زنک نمیمودش داشته ای گمشه خطم دعاتم به همه باشم هم تری میگم این چی دعا بود است که تو بگی همین کار بکن من تو را دعات میتونم. برادر عزیز و گرامی تماما به خدا در همین آدم عقل سالم داشتگی همین چیز موافق نمیاد. و طبیعت آدم سالم هم همین چیزا برداشت کنه نمیتونن. اگر طبیعت سالم باشد، یکی اگر طبیعت سالم نباشد او همین دهن هر جدا زدن میگیری. برای همین ما این چیزا برادر عزیز جانبدار نیستیم هیچ کدام تا هم برای که یگان دلیل شرعی در همین وجود نداره. ای پیامبر، اصحاب پیامبر، از تابعین همین چیز صورت گرفته باشد نیست. سکرت حضرت اون سکرت کور حضرت خیلی سکرت که همون جاگای خوشه ما او را مقصد برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیات به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه هم با زبان کریلیکی نویسه هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی که مردها زدن پیش گرفتند، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید
فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بین وقتی که مردها زدن پیشه کردن، در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگه نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند. یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند. آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبر خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند. ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. بین پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که بر من شکایت کردند و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم. کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیاتها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا اینکه زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید. جان
و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه. پیغمبر در راه حدیث گفتند با درستی این که کجترین قبرگه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرگه بالا چندقدر کجش زیاد است؟ زیرا این که رسول الله میگوید فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. اگر شما بخواهید که این قبرگه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج. اگر به حال خودشان گذارینشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء. با زنها نیکویی کنید. این مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرگه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط می توانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمی شود. فقط پیغمبر گفتند فداروا بها و تعیشوا بها. مدارا کنین، زندگی کنین.